به نام خدا، نوربخش هستم، مربی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای. با دومین جلسه از آموزش پایتون در خدمتتون هستیم. این جلسه می‌خوایم توی پایتون مباحثی مانند ایجاد کامنت، تعریف داده، نوع داده ها، متغیر و تعریف اعداد توی پایتون ببینیم. اعداد رو به چه شکلی توی پایتون تعریف کنیم، توابع تبدیل اعداد، توابع کاستینگ، رشته ها رو توی پایتون ببینیم و یه سری توابعی که روی رشته ها کار میکنه. حالا ممکنه به خاطر طولانی شدن زمان فیلممون اینها رو در 2 قسمت تقدیم کنیم خدمت. خب میخوایم ببینیم همون اولین بحثمون که ایجاد کامنت هست چه شکلی توی پایتون اتفاق میفته. کامنت ها توی پایتون به 2 نوع تعریف میشن، یا حالت تک خطی دارن، سینگل لاینن، یا حالت مالتی لاین دارن، یعنی چند خطی تعریف میشن. اگر توی پایتون یک خطی رو بخواید سینگل به صورت تکی کامنتش بکنید، از علامت هشتگ یا نامبر ساین استفاده میکنید و اگر بخوایم به صورت چند خطی کامنتش بکنیم، از علامت دابل کوتیشن یا دابل کوتیشن که اولش گذاشتیم، چند خط رشته‌تون رو یا توضیحاتتون رو می‌نویسید و دابل کوتیشن هایی که 3 تا دابل کوتیشن اولش باز کردیم، 3 تا دابل کوتیشن هم آخرش بستیم، یا 3 تا تک کوتیشن اولش باز کردیم و 3 تا تک کوتیشن آخرش بستیم. این میشه نحوه تعریف کامنت توی پایتون. حالا ما میریم همین رو توی محیط خود پایتون اجرا کنیم. جلسه پیش ما با محیط IDLE خود پایتون کار کردیم. این جلسه من نرم افزار پایچرم رو نصب کردم که بتونیم تو این محیط کار بکنیم، که شما اگر بخواین میتونین پایچرم رو از اینترنت، از سایت های مختلف soft98.ir میتونید برید دانلود بکنید و اونجا نحوه نصبش رو هم توضیح داده، فیلم آموزشی داره که چطور کرکش رو هم فعال بکنید پایچرم. من میخوام کامنت درست بکنم. خب یک دستوری رو می نویسم، میخوایم کامنت رو با هم دیگه نوشتم تا این محیط ها یکم سرعتمون رو بیشتر میکنه. به این حالت یک عبارت مثلا سلام رو هم بنویسم، رانش بکنیم. از اینجا ران میشه، شیفت F10 یا از منوها میتونید رانش بکنید. الان ما P2 رو میخوایم ران بکنیم و اینجا خروجیش رو این قسمت به همون داره نشون میده، خروجی برنامه رو. البته من محیط رو، سایز نوشتاریش رو یکم بزرگتر کردم که برای تنظیمات پایچرم شما تشریف برید منوی فایل، گزینه ستینگ و برای محیط نوشتاریش از بخش ادیتور فونت میتونید سایز نوشتاریتون، فونتتون، فاصله بین خط هاتون رو تغییر بدید. از اینجا میتونید تنظیمات اعمال بکنید. خب الان من میخوام این به فرض هلو ورلد رو چاپ نکنه، میخوام کامنتش بکنم. یه هشتگ اولش میذارم و این کامنت میشه. البته این خطی که خطی میگیره به خاطر فاصله یه که از هشتگ قرار ندادیم، از علامت نامبر ساین. حالا اجراش بکنیم، ببینید دیگه توی فایل P2 فقط کلمه سلام رو چاپ کرده. هلو مثلا مای کلاسمیت رو بزنیم، ببینید سلام مای کلاسمیت رو چاپ کرده و خط اول به صورت کامنت در اومد. پس هر خطی رو که من نخوام توی اجرا ظاهر بشه میتونم بیام چیکار کنم؟ میتونم بیام با علامت هشتگ یا همین علامت نامبر ساین میتونم کامنتش بکنم و اگر ران رو بزنم الان هیچ چی توی خروجی برای ما نیاورده، چون هر 2 خط رو ما کامنت کردیم. میتونستیم خطوط دیگه ای رو هم به برنامه‌مون اضافه کنیم. کنترل C بزنیم، بیام پایین تر، یه کنترل V. به فرض الان اینا رو اجرا کنم، میبینید که توی خروجی
هر دو رو برای ما، این اولش خطا داره به خاطر همینه فاصله دادم و پایتون به فاصله ها خیلی حساس هست. hello world رو چاپ کرده، my classmate رو هم چاپ کرده و اگر من بخوام این هر سه خط رو کامنتش بکنم میتونم بیام اول هر خط یا هشتگ بذارم، نامبر ساین بذارم، یا بیام چیکار کنم، بیام از کامنت مالتی لاین استفاده کنم که گفتیم از علامت سه تا کوتیشن، تک کوتیشن یا سه تا دابل کوتیشن اول و آخر رشتهمون استفاده بکنیم، اول و آخر استیتمنت همون. خب من میام اینجا میگم که با همین سه تا کوتیشن، سه تا تک کوتیشن، این خودش بست چون فکر میکنه که اینجا میخوایم قرار بدیم و ما اینجا قرارش میدیم. ببینید به این حالت. الان بعد از این بیاید یک دستور بنویسید به این حالت. اون بالایی رو نباید اجرا بکنه، ذخیرهش میکنم چون آتو سیو خود پایچرم خودش آتو سیو و ذخیرهش میکنه. رانش میکنیم و شیفت F10 که بزنید ران میشه توی محیط. هلو رو برای ما چاپ کرده و بالایی ها رو کامنتش کرده. میتونستم از علامت دابل کوتیشن استفاده کنم برای این. البته این چون فکر میکنه همونجا میخوایم بنویسیم به این حالت میبنده اینا رو. ما خودمون میایم اینا رو تغییر میدیم. هرچند اصول نوشتاریش هم همینه. من بخوام مثلا یه کامنتی رو درست بکنم به این حالت که میذارم ببینید خودش میبنده اونا رو. یعنی من یه دونه دابل کوتیشن رو باز میخوام بذارم خودش دابل کوتیشن بسته رو قرار میده. این شد کامنت هم. پس کامنت چند خطی، کامنت های چند خطی مثل تعریف رشته میمونه توی پایتون. اگر شما بخواید یه رشته ای رو استرینگ رو تعریف کنید هم همین جوری تعریف میکنید، ولی چون استرینگ رو توی متغیر از شما میخواد قبول بکنه و کامنت رو ما توی متغیر نمیریزیم، این رو به عنوان تعریف کامنت در نظر گرفتم براش. حالا پس این از تعریف کامنتمون که توی مباحثی که امروز میخواستیم یاد بگیریم توضیح دادیم خدمت. تعریف متغیرها میگه متغیر شما میتونید یک متغیر عددی بدید، عدد منظور صحیح بدید، یک عدد اعشاری بدید و یک رشته بدید و با دستور پرینت اینا رو چاپ کنید و خروجی کدها هم به این حالت برای شما ظاهر خواهد شد. همین رو ما میایم امتحانش میکنیم. میگیم که مثلا A بشه 23 نه سیمیکالن هیچی نمیخواد، کاما هیچ چیزی نمیخواد قرار بدید. B بشه 56 ممیزه مثلا 78 و C بشه که رشته رو دیدیم قبلا ولی خب این دفعه هلو رو بذاریم داخل این و این رو هم من پاک کنم از اول. دستور هلو پس بیا پرینت میزنم براش. پرینت میخوام بکنم آ رو پرینت میکنه آ رو. میتونید اینتر بزنید بگید پرینت بکنه بی رو. میشه با یه دستور پرینت هر ستاش رو هم چاپ کرد. الان هم انجام میدیم و بگم که چیکار کنه، پرینت کنه سی رو. رانش میکنیم خودش ذخیره میکنه و رانش میکنه. P2 اجرا. خب ببینیم هلو 23 56 ممیزه 78 رو چاپ کرده و آخری هم که هلوه. ما میتونستیم دستورات پایتون رو توی یه خط چاپ کنیم به شرط اینکه سیمیکالن بذاریم. معمولا این کار انجام نمیدیم ولی خب اگر خواستید هم میتونید توی یک خط چند تا دستور پایتون رو بنویسید و سیمیکالن بذارید دنبالش که میبینید همون چاپ رو برای ما انجام داده. یا اینکه بیایم چیکار کنیم، اینا رو برداریم با یه دستور پرینت بگیم که بیو سی رو هم چاپ کن برامون. 23 56 ممیزه 78 و هلو رو برامون چاپ کرده.
خب اینم از بخش دوم مبحثی که امروز میخواستیم باش آشنا بشیم، تعریف متغیر. میشه نوع این متغیرها رو با دستور دید. یعنی الان این متغیرمون نوعش از نوع اینت، عدد صحیحه، و حالا بعدها میخوایم ببینیم و این از نوع فلوت هست، از نوع اعشاری هست، و اینم از نوع استرینگ هست. اینم از نوع استرینگ هست. میتونیم تایپ با دستور تایپ اینها رو تایپ کنیم و ببینیم. یعنی به این حالت من بگم که تایپ A رو برای من برگرد و همینطور تایپ اون یکی ها رو یه کپی پیست بکنم براتون اینجا A B و اینم C. میخوام نوعهاش رو برامون چاپ بکنم، اجراش کنیم. خودشون رو نمیخوام، نوعهاشون رو ببینید. اینت برای 23 چاپ شده، برای این فلوت میتونست اینجا به این حالت تایپ این رو هم بذارید که براتون مثلا تایپ A به این حالت بذاریم، تایپ A و B رو که نشون بده تایپ A چیه، تایپ B چیه. به این حالت کاملتر با یه دستور پرینت بتونیم با استفاده از تاب تایپ نوع متغیر هامون رو هم ببینیم. خب ببینیم اینجا یه کنترل وی بزنیم. از حالت کپی در اومده. تایپ C و 2 نقطه و کاما. به این حالت برامون باید اجراش بکنه که نوع داده ها رو هم برامون نشون میده. پس توی پایتون هم مثل برخی از زبان ها مثل C، جاوا و اینها نیازی نیست اول نوع داده رو بگید و محدودیت نداره. یعنی تو زبان‌های دیگه ما میگفتیم 2 بایت 3 بایت، این محدودیت نداره. شما این عدد رو مثلا میگفتیم توی سی میگفتیم که تا 32,000 خورده این قبول میکنه، اعداد صحیح مثبت. این مثبت و منفی 0 ولی اعشاری نه. اینجا هم همینطوره، مثبت، منفی و 0 رو قبول میکنه و هر چقدر بزرگی باشه مشکلی براش پیش نمیاد. توی پایتون ببینید همچنان محدودیت اندازه و محدودیت تعداد اعشار و اینها نداره. شما ران بکنید در هر دو صورت اولی رو میگه این، دومی رو میگه فلوت. همینطور برای استرینگ هم همینطور هست. استرینگ رو هم میتونید اینجا بنویسید و هر چند تا کاراکتر باشه براش فضا رو اشغال خواهد کرد. پس نوع داده ها. حالا بریم سراغ نوع داده ها. نوع داده ها رو بخش رو دیدیم الان اینجا که استیار متنیه. الان اینجا نشون داده بود استیار به صورت استرینگی و متنی هست. اینت، فلوت و کامپلکس عددی هستند. داده های ترتیبی یا توالیدار حالت تاپل، لیست و رنج که جلسات بعد هی به مرور زمان میخوایم با اینا کار بکنیم. دیکشنری هستش، مجموعه ها هستند و نوع داده های منطقی و نوع داده های دودویی که به مرور زمان میخوایم با این نوع داده ها آشنا بشیم. اعداد توی پایتون میتونن از نوع داده صحیح اینت باشن، منفی، مثبت و خود 0، یا اعشاری باشن از نوع فلوت، و یا به صورت پیچیده یا کامپلکس تعریف بشن که اینجا نمونهش رو براتون آوردیم که عدد اینت قبلا دیدیم به چه شکلی هست و فلوت رو همینطور و کامپلکس رو شاید برای اولین بار باشه ببینیم. روی این اعداد توی پایتون میشه یک سری تبدیل ها هم انجام داد که الان میخوایم اونها رو با هم تعریف بکنیم و تبدیل هم بکنیم با هم دیگه.
توابع مثل توابع اینت، فلوت و کامپلکس، این توابع تبدیل عددی هستن. اینجا فرض کرده که 3 متغیر شما دارید از نوع صحیح، اعشاری و کامپلکس. میگه با تابع فلوت میتونید چیکار بکنید؟ میتونید یه مقدار اینت رو تبدیل کنید به اعشاری. با تابع اینت میگه میتونید چیکار بکنید؟ میتونید یه مقدار اعشاری رو به یه مقدار اینت تبدیل بکنید. با تابع اینت میشه یه مقدار اعشاری رو به اینت تبدیل، و با تابع کامپلکس میشه یه اینت رو به کامپلکس تبدیل کرد. اینها توابع تبدیل اعداد هستند. خب بیایم اینجا و تستش بکنیم. یه متغیر تعریف میکنیم مثلا به نام Z2J و بیایم همین رو چاپش بکنیم. بگیم پرینت بکنه Z رو، خروجی بگیریم ازش. ببینین 2J رو اینجا برامون چاپ کرد، همون کامپلکس رو. یا مثلا الان A به صورت یه عدد اینت تعریف شده، این تعداد شما امتحان میکردیم که بزرگتر دادیم. حالا همین رو میتونیم با توابع کانورتشون بکنیم، تایپ هاشون رو که ما دیدیم. حالا میتونیم بگیم که بیاد مثلا چیکار کنه، بیاد با استفاده از توابع کانورت، در واقع همین توابع اینا رو به هم دیگه چیکار کنه، تبدیل کنه. مثلا بیاد چیکار کنه، بیاد اینت رو بالا که هست، کامنتش بکنم این خط رو، بیاد آ رو بکنه چی، کامپلکس آ بشه کامپلکس آ. رانش بکنیم. ببینید آ رو ما کردیم کامپلکس آ، ریختیم تو آ. حالا میتونستید توی آ1 بریزید. اینجا وقتی داریم نوعش رو نگاه میکنیم، اینجا وقتی داریم نوعش رو به دست میاریم میگه کامپلکس هست نوعش. ببینید اینجا داریم میگه متغیر آیه که شما، این آیه بالایی است دیگه، همون نوعش الان چی شد؟ کامپلکس شد، یعنی کانورت شد، تبدیل شد. یا مثلا میتونستیم به جای متغیر آ مثلا بی رو که اعشاریه رو تبدیل کنیم با کامپلکس، به کامپلکس تبدیلش بکنیم. ریختیم توی آ1. بازم همونو میگه. ببینید میگه نوع متغیر شما کامپلکس است. این دفعه فلوت رو تبدیل کردیم، ما فلوت رو تبدیل کردیم به نوع داده کامپلکس. و یا میتونیم مثلا این توابع بعدها برامون کاربرد دارن. فلوت کنیم بی که خودش فلوت آ رو، مثلا آ رو تبدیلش کنیم به فلوت و بریزیم توی آ1. حالا میتونیم تو خود آ هم بریزیم. به این حالت ببینید میگه آ1 نوعش فلوت هست. یا مثلا از تابع اینت استفاده بکنیم و بگیم که تبدیل بکنه این آ که خودش اینت، مثلا بی رو تبدیل کنه به این حالت و چاپش هم بکنه. اینجا میتونید هم نوعش رو چاپ کنید و هم خود بی رو چاپ کنیم. ببینیم خود بی چه تغییری کرده. همین رو قبول میکنه. میبینید خود بی اصلا عوض نشده، همون داده بالاییه، ولی به صورت اینت برامون در نظرش میگیره. به صورت نوع داده اینت برامون در نظر گرفته. خب این در مورد تبدیل اعداد. حالا میایم توابع کاستینگ که باز هم به نوعی تبدیل دیگه. وقتی شما یه عدد رو میخواید تبدیل به اینتش بکنید، یه عدد صحیح رو، یه عدد اعشاری رو
یه رشته رو، یه عددی که به صورت استرینگ تعریف شده رو میخواید با اینت تبدیلش بکنید، یا با استفاده از تابع فلوت. کاستینگ ها 3 تا دیگه، اینت، فلوت و استیاره. با استفاده از تابع فلوت شما میخواین مثلا یه عدد صحیح رو، یه عدد اعشاری رو، یه عددی که به صورت استرینگ بوده رو تبدیل کنین به فلوت. و یا با استفاده از تابع استیار یک متن رو، استرینگ رو، یک عدد رو، یک عدد صحیح رو منظور، و یک عدد اعشاری رو تبدیلش کنیم به رشته یا استرینگ. این ها میشن توابع کاستینگ. زمان هایی که لازم دارید برای محاسبات، برای آیتم های اگر لازم باشه، شما میتونید از اینها استفاده بکنید که اینت و فلوت رو دیدیم. حالا str رو هم با هم میبینیم str به چه شکلی تبدیل میکنه این رو. str برای زمانهاییه که مثلا شما میخواید یک مقداری رو، الان من میخوام اینجا رو کامنتش بکنم. خب این الان کامنت بشه. برای زمانهایی که مثلا شما میخواید به فرض این سی رو چاپش بکنید، من اینا رو همه رو، اینم کامنت تک خطیش بکنیم. به فرض اینجا رو من میخوام پرینت کنم، سی رو پرینت میکنم، سی رو. اینجا برای من بذارید الان آ رو بهش اضافه کنم، آ رو اضافه نکنم، یه آیتم دیگه اضافه کنم، مثلا به این حالت اجراش کنیم. میگه هلو ای، داخل دابل کوتیشنه شناخته این، ولی خب داخل دابل کوتیشن نیست، میخوام متغیر ای رو بهش اضافه کنم، متغیر ای که منفی 200 خورده است. میگه نمیتونم اینو انجام بدم، cannot. چرا؟ چون میگه اون نوع دادش چیه؟ آ نوع دادش از نوع اینته و من باید بیام با تابع استیار اینو تبدیلش بکنم. اگر توی یه همچین مواردی که بخوام عدد رو به رشته اضافه کنم، میتونم از توابع کاستینگ استیار استفاده کنم و اون رو تبدیل کنم و قرار بدم. کاستینگ ها به این حالت هستش که اگر شما دوباره بیاین پرینت کنید تایپ تبدیل واقعی نیست. ببینید اگر دوباره من بیام نوع آ رو پرینت کنم، میگه نوعش چیه؟ اینته. استیار اینجا موقتاً در واقع آ به صورت استیار در اومده. کاستینگ ها به این حالت کار میکنن که موقتاً این رو تبدیل میکنن به نوع داده دیگه. خب این از مباحث امروز. انشالله بقیه سرفصل ها رو توی جلسات بعدی با هم خواهیم دید. خسته نباشید.